السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ملت بزرگ ایران، در چنین شرایط سخت و دشوار ملت بزرگ افغانستان در کنار شما هستند. از هیچ نوع کمک در هیچ مورد با شما دریغ نخواهند کرد. اگر خدا نخواسته مجبور به ترک خانه و کاشانه تان شوین و به طرف افغانستان هجرت کنین، افغانا با میمون نوازی کامل از شما پذیرایی خواهند نمود و من اطمینان دارم که شما با یک دستی و با اتحاد و اتفاقتان این یورش و این عمله دشمنانه اسرائیل را میتونین که مهار کنین و ناکام بسازین. امروز شما در هر موقف سیاسی که قرار دارین، در هر ایدئولوژی که هستین، مهمترین چیز برای شما وطنتان که حیثیت شرف، حیثیت عزت و ناموستان داره و نام بزرگ تاریختان باید با اتحادتان نگاه کنید و یگانه سلاح بزرگتان اتحاد اتفاقتان است. از طرف ملت بزرگ افغانستان و از طرف افغانهای عزیز، شما مطمئن باشین که افغانها در هر حالت در کنار شما هستند، مثل برادران واقعی شما مطمئن باشین و ما اطمینان میتم به تمام کشورهای بزرگ جهان که شما از این مشکلات بدر میشین و دسیسه های او کشورهای بزرگ استکباری را ناکام میکنین و من الله توفیق.